یه سقف پارکینگ شروع کردیم. حدود 20 خورده جای هالوژنا رو کور کردیم. خیلی جاها رو کور کردیم. هالوژن خیلی زیاد داشت و چیکار کردیم؟ با کناف پر کردیم جای هالوژنا رو. بعد جاهایی که سقفا زنجاب زده میایم چیکار میکنیم؟ جایی که زرداب زده رو یه رنگ روغنی میزنیم که زنگابا دیگه بیرون نزنن. جایی که زردی زده بعضی قسمت‌های سقف زردی زده، اینا رو با رنگ روغن پوشش میدیم. بعد رنگ پلاستیکش رو میزنیم تا این زنگابا بعد از رنگ پلاستیک دوباره پس نزنه. البته بعضیا با وایتکس هم این کارو میکنن. من میگم این کارو نکنید، حتما با رنگ روغنی یه دست جاهایی که زنگاب زده یه دست پوشش داده بشه، بعد رنگ پلاستیک.